این دهه نزدیک به خط جنگ در ولایت دانیتسک است. کریستینا 7 ساله پرچم در دست سربازان را استقبال میگیرد و گسیل میکند. نظامیان در جواب به دخترچه سیگنال میدهند. من به سربازان نقاشی هایم را تحفه می کنم. آنها به من تشکر می گویند. من برای آنها رسم می کشم و تحفه می کنم. تصویرهای کریستینا درباره وطن و منظره‌های طبیعت است. با این کارش او می‌خواهد سربازان اوکراینی را دستگیری و خوشحال کند. این رسم شرف به ارتش اوکراین است. باز چنین منظره را کشیدم تا آنها ناراحت نباشند و خوشحال شوند. کمی دورتر از کریستینا در کناری راه نورسان دیدبانگاه ساختند. حالا این یک بازی معمولی کودکانه در منطقه نزدیک به جنگ است. در یک کوچه بچه‌ها 3 دیدبانگاه کودکانه ساخته و از آن ماشین‌های نظامیان را مشاهده می‌کنند. سربازان هم وقتی در راه کودکان را می‌بینند ماشین را نگاه می‌دارند و به آنها شیرینی یا غذا و پول می‌دهند. آنها می‌دانند که ساکنان در منطقه‌های درگیری زندگی سخت دارند. آنها بعضاً پول خوب می‌دهند، اکثراً به ما قند می‌دهند. امروز اختیاران آمدند به ما تحفه زیاد می‌دهند. پایفزال لباس می‌آورند. آنها به همه چنین برخالته نو دادند. اما کودکان میگویند آنها به پیشواز نظامیان برای تحفه و شیرینی نمی‌آیند. این نورسان میگویند مکتب نمی‌روند، درس‌ها آنلاینی صورت می‌گیرند و جای برای بازی هم ندارند. مجبورند در شرایط جنگ آنها هم جنگ بازی کنند. وقتی بانگ خطر صدا می‌دهد آنها در چاه پنهان می‌شوند که خودشان کندند. نورسان خود را در جنگ و سرباز تصور می‌کنند که از اوکراین دفاع می‌نماید.